سلام، من علی ام از تیم مکبوکلند. همونطوری که میدونید قراره بهتون آنلاک کردن قفل‌های مختلف مکبوک رو یاد بدم. اما قبل از اینکه بخواید دوره رو تهیه بکنید باید یه سری توضیحاتی بهتون بدم که از قبل شما بدونید اصلا این دوره به درد شما میخوره یا نه، میتونه کمک بکنه به اینکه کسب و کارتون رشد بکنه و از طریقش کسب درآمد بکنید یا نه. خیلی مختصر و مفید چند تا سوال پرتکرار رو جواب میدم، بعدش توضیح میدم که قراره اصلا چه چیزی رو یاد بگیرید. همونطوری که میدونید لاک های مختلفی روی مکبوک میگیره. انواع اقسام لاک ها که از طریق اپل آیدی، از طریق اون شخصی که داره ازش استفاده میکنه، این لاک ها در نهایت منجر میشن که شما وقتی آنلاکشون میکنید به کسب درآمد برسید، به همین راحتی. اما یه سری از لاک ها روی مکبوک ها، روی بعضی از مدل ها قابل آنلاک نیست، ولی خیلی هاشون هم هست. اینکه کدوما هست کدوما نیست و جلوتر کامل بهتون توضیح میدم. اما وقتی شما دوره آنلاک رو تهیه میکنید اتوماتیک باید پروگرام کردن بایوس رو هم یاد بگیرید. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه وقتی شما پروگرام بایوس رو یاد میگیرید به صورت اتوماتیک خیلی از ایرادات مکبوک رو میتونید رفع بکنید. یعنی شما الان اومدید دوره آنلاک مکبوک رو یاد بگیرید، وقتی پروگرام بایوس رو یاد میگیرید خیلی از ایرادات مکبوک ها به صورت دیفالت، یعنی یه مکبوک میاد خاموشه، یه دستگاهی میاد تصویر نداره، عیب و ایرادات دیگه داره، با پروگرام کردن بایوس مشکلاتش برطرف میشه. یعنی یه چیزی که کنارش اتوماتیک یاد میگیرید. پیش نیاز این دوره چیه؟ شما کافیه که دست به هیتر هویه باشید، در حد مبتدی بلد باشید باش کار بکنید، یک آیسی رو بتونید بردارید و جایگذاری بکنید، دستگاه رو بلد باشید باز بکنید، چون عمده چیزی که دارم تو این دوره بهتون میگم سخت افزاریه. و در نهایت نصب مک او اس روی دیوایس ها رو بلد باشید. اما اگر بلد نیستید و هیچ آشنایی ندارید، باز از قبل من یه دوره تهیه کردم، دوره کامل آموزش نصب مک او اس روی تمام مدل ها، که اگر شما علاقه‌مند به این دوره باشید و تهیهش بکنید، دوره آنلاک رو میگم، اگر تهیه بکنید دوره نصب مک رو هم با تخفیف خیلی ویژه‌ای میتونید از ما بگیرید. یکی از سوالات پرتکرارتون این بوده که این دوره شامل چه دیوایس هایی میشه؟ محدودیتش چیه؟ محدودیتی وجود نداره. تمام دیوایس هایی که روشون مک نصب میشه، شامل مکبوک، مکبوک پرو، مکبوک ایر، مکبوک خالی، آیمک، مک مینی، مک پرو، تمام دیوایس هایی که مک روشون نصب میشه و همشون مشابه همدیگه است. این دوره داخل اسپات پلیر برگزار میشه، روی 2 تا دیوایس به دلخواه خودتون تنظیم میشه و دسترسی همیشگی دارید. برای آنلاک دیوایس ها به یه سری فایل نیاز دارید. تمام این فایل ها رو ما در اختیارتون میذاریم و بهتون آموزش میدیم که از چه طریقی به دست بیارید. حتی اگه ما نداشتیم هم از چه طریقی سرچ بکنید تا بتونید به دست بیارید. ولی 99% این فایل ها رو در اختیارتون میذاریم. از ارزشمندی این فایل ها براتون بگم که تقریبا 3 سال پیش برای یه بخشی از این فایل ها شرکت حدود $500 3 سال پیش هزینه کرده که تمام این فایل ها در اختیار شما قرار میگیره. پشتیبانی داریم. اگر دستگاهی رو باز کردید، حین تعمیر به مشکل خوردید، حین آنلاک به مشکل خوردید، با پشتیبانی خودم، راهنمایی خودم مشکل حل میشه و حتی میتونید بفرستید اینجا مشکلی که به وجود اومده رو برطرف کنید. اما خب تایم پشتیبانی محدود. بریم یه ریویو مختصر و مفید بکنیم که ببینیم اصلا قراره چه چیزایی رو یاد بگیرید، چه چیزایی قابل آنلاکه و اصلا این دوره به دردتون میخوره یا نه. 4 دسته کلی لاک داریم. اولیش EFI. این قفلا تا سال 2020 از نوع اینتل بدون برو برگرد همشون حذف میشن. از سال 2020 به بعد اصلا همچین قفلی نداریم، پس تمام EFI ها قابل حذفن. اینکه اینا چی هستن و دونه به دونه کامل بهتون توضیح میدم که بتونید آنلاک بکنید. اپل آیدی خودش چند دسته قفل میگیره. تا سال 2017 تمامشون قابل حذفه. یکی از طریق پین اپل آیدی لاک میشه، یکی دیزیبله و یکی لاست موده، حتی حالت گم شدگی مک هم شاملش میشه. از سال 2018 به بالا اپل آیدی به شکل اکتیویشن لاک خودشون نشون میده که اینا قابل آنلاک نیستن. روش های سخت افزاری خیلی پیچیده داره که شامل این دوره نیست و پیشنهادم میدم اصلا دنبالش نرید، فعلا کار ساده ای نیست برای این. اما تا سال 2017 تمام لاک های اپل آیدی قابل حذفه. قفل بعدی MDM، کنارش گوگل هم نوشتم چون مشابه همدیگه آنلاک میشن.
MDM لاک یا همون ریموت منیجمنت دو تا روش برداشتن داره. یکی ریموو، کلا حذف میشه از روی دستگاه و بازگشت هم نداره. یکی بایپسه، روش موقتی و نرم افزاری، اصلا نیاز به باز کردن دستگاه نیست. اونایی که میخوایم با بایپس برشون داریم، معمولا مدل‌های 2020 به بالا رو میایم با بایپس برمیداریم. چرا؟ چون دائمی حذف نمیشن، تا سال 2025 بدون محدودیت بایپس میشن. اما اونایی که میخوایم ریموو بکنیم تا سال 2020 اینتل بدون برو برگشت، روشش رو بهتون یاد میدم، تضمینی حذف میشه. یه مدل دیگه هم قفل داریم، قفلی که همتون میشناسید، لاگین. وقتی وارد یوزرنیم میخوایم بشیم یه پسوردی میخواد. اینم بعضیش قابل برداشتنه بدون اینکه اطلاعات رو از دست بدیم. دیتا، نو دیتا. اونایی که دیتا قراره بمونه، باز یه بخشیش برمیگرده به اپل آیدی که آیا اپل آیدی رو دستگاه هست یا نه. اما تا 60-70% اینا رو هم میشه آنلاک کرد بدون اینکه به دیتای دستگاه دست زد و روشش هم بهتون میگم. اما تو کل این مجموعه این قسمت EFI، اپل آیدی و MDM، این سه تا پردرآمدترینا هن، مخصوصا زیر 2017. دیگه بالای 2018 رو همه میدونن، وقتی لاک اپل آیدی میشه نمیشه کاریش کرد فعلا، یا حتی حداقل با روش‌های ساده نمیشه. اما 2017 EFI و MDM جزو سه تا لاکی هستن که از طریق شما درآمد خیلی خوبی میتونید داشته باشید و تک تک اینا رو که چی هستن، کجا نشون میدن، همه اینا رو در آینده بهتون توضیح میدم.